اگر فکر میکنی فقط چیزایی که توی فیلم های ترسناک میبینی وحشتناکن، صبر کن تا بشنوی پشت صحنه بعضی از فیلم ها چه گذشته. از بازیگرهایی که وسط فیلم برداری به طرز مشکوکی بردن تا حوادث عجیب و صداهای غیر قابل توضیح. توی این ویدیو با 5 تا از فیلم های ترسناک آشنا میشی که پشت صحنه‌شون حتی از خود فیلم ترسناک تره. این لیست رو از دست نده چون شماره 1 ذهنت رو عوض میکنه. شماره 5 فال، یک فیلم درباره ظهور شیطان و پشت صحنه‌ای که انگار از جهنم اومده. هواپیمای حامل عوامل فیلم سقوط کرد. تهیه کننده مورد حمله شیر قرار گرفت و هتلی که توش اقامت داشتن آتش گرفت. حتی یک سائق واقعی نزدیک هواپیمای گرگوری پک برخورد کرد. بعضی ها میگن این فیلم نفرین شده است. اما فیلم شماره 1 این لیست یکی از نادرترین پرونده های ترسناک سینماست و هنوز هم توضیحی براش پیدا نشده. فیلم شماره 4 پولترگایست، فیلم درباره خونه تسخیر شده بود، اما تسخیر اصلی انگار پشت دوربین اتفاق افتاد. بازیگر اصلی فیلم پیتر اورورک در 12 سالگی به طرز مشکوکی درگذشت. دومین بازیگر زن هم مدت کوتاهی بعد کشته شد و عجیبتر این که گفته میشه توی یکی از صحنه ها از اسکلت های واقعی استفاده شده بود. اگه حتی یکی از این داستان ها لرزه به تنت انداخت، لایک کن که بدونم تنها نیستم. شماره 3 جنگیر، یکی از ترسناکترین فیلم های تاریخ سینما و پشت صحنه‌اش که کم از کابوس نداشت. صحنه های از فیلم حذف شد چون مردم توی سینما حالشون بد میشد. یا آتش سوزی صحنه فیلم را نابود کرد، ولی عجیبتر این که تنها اتاق تسخیر شده سالم میموند. حتی تعدادی از عوامل فیلم به شکل مشکوکی مردن. واقعا عجیب نیست؟ فیلم شماره 2 کلاغ، براندون لی پسر بروس لی حین فیلم برداری با گلوله واقعی کشته شد. اتفاقی که باعث شد همه بگن فیلم نفرین شده است. دوربین ها ضبط را ادامه دادند و این صحنه واقعا ثبت شده است. برام تو کامنت بنویس اگه توی یکی از این فیلم ها بازی میکردی کدوم بود، یا اصلا بازی میکردی؟ و اما فیلم شماره 1 آنابل به خانه میآید. گفته می شود در طول فیلم برداری چراغ‌ها مدام خاموش و روشن می شدند. صداهای عجیبی شنیده می شد و حتی یکی از بازیگرها خواب می دید که عروسک زنده شده است. خیلی‌ها باور دارند که این فیلم و نسخه های قبلی به خاطر شباهتش به عروسک واقعی واقعاً یک انرژی شیطانی رو بیدار می کنند. حالا بگو تو جرأت داری پشت صحنه کدوم یکی از فیلم ها باشی؟ برام کامنت کن و اگه موضوع ویدیو بعدی هم برات مهمه لایک یادت نره و یادت باشه شاید صحنه‌ای که میبینی فقط یک فیلم نباشه.